زودتر با بیرون روید. زودتر. مایلش من کاری نمیکنم. حرکت نکن که رو نیز میپرونم. عذر که از دستم یگان کار نآمد. ای به هر دویمان و سراسیمگی راه دادیم. این با ما درس شد. راست گفتی دکتر. بس کنید سرزده خانی را. زودتر با بیرون روید. زودتر. زودتر. برو. آکا پلیس اومد. آکای یاکو مرو فهمیده من دیگر با شما همکاری نمیکنم. میکنم. راه گریز نیست. دیگر لاک نیست. کارلوس. لابای. تو برای خودت یکم موقع خوب بیار. فهمیدم رفیق کمیسر. رجب میبینی اینجا 3 آدم است. با سراسیمه شده حمله ناگهانی نکنید. فهمیدید؟ نه سر کمیسر نمیکنم. رفیقان بسیار هم احتیاط شوید. نباید مردمی بیگناه ضرر ببینند. شخصان شبهناک را زیر نظارت گیرید. مجید تمام خیر برادران و شما برای کار خداوند مددگارتان باد. نجیب زودتر شوید زودتر. آقا آخر بعد داده بودید که من رو به خارج روان میکنید. اویلم رو همراهی من روان میکنید. اگر این کار رو تمام نکنیم کلای هر دویمان رو میگیرن. این فرصت رو باید استفاده کنیم. این دو پلیس حال ما رو بد کرد. ای برادر تو چی ها میگویی؟ اگر این کار رو نکنیم گروهی ما را در بین 2 روز میکشند. چی کار کنم آخه؟ گبزن تو فرمانده من میکنم. آن دو پلیس رو سوء استفاده کنید. مرا خوب گوش کنید. به حشمت زنگ زنید به او گویید که خوب مایلش میگویم. عارف آن نابکار را تنها من میشناسم. میدانم اکا. از بچه‌های خودمان راهی گریز ندارد ولی آنجا کشاده شوی آدم بسیار می شود. فهمیدم اکا. یعنی گفتنی هست که به هر حال رفتنی ما هم شرط است. میرفت است. با کجا میروی کنی گبزن؟ تو را نمیدانم. اما من به مراسم کشاده شوی میروم. ای نابکار چی کار میکنی؟ آنها باید جان سپارند. باید تیر پرانی شود. نخواد جان اینقدر بیقدر باشد. امانت خداوند است آخر. نخواد آن را در این کارهای پلید و رسوا فدا کنید. اکا جان اینها گبرا نمیفهمند. بهتر نیکی به خوبی سلاحش را گذارد. آدم شود مرد شود. آخر اینقدر خونریزی می شود. اکا خونریزی نمی شود. آخر انسان همین خیر است. در هر مکان و زمان آدمی نیک هم است و آدمی قاتل هم است. وای به خالیکا. 100 افسوس که همیشه از پای قاتلان می روند. نقشه سوی قصد را بر ضد رئیس شهر آماده کرده‌اند. باید سد راه آنها را گیر مارید. اکا آیا چهره شخص قاتل را در خاطر دارید؟ باور کن شاید عکس خود را فراموش سازم اما یک خطی روی آن پلید را هرگز. اکا قربانتان شوم. رفتیم. ظریف لبه در این بنا نوارگیرهای امنیتی هست. بله هست. در سر کوچه گذاشته شده است. من هم در آنجا 3 نوار دیگر دیدم. جنایتکار را تنها سرکمیسر میداند. اما به هر حال او را با واسه نوارها گفتگو خوب شده است. مایلش رئیس حکومت را از این حادثه خبردار میکنه. تو همراه نمیرو. مایلش میرویم. رجب تو اینجا میمانی. اگر میخواستم هم عارف رو هم شاهین رو چند سال پیش میکشتم. این رو که خودت میدونی. من انسانی با صبر نباشم. نقشم رو کشیده بازیگران را محض خودم انتخاب کرده. سپس بازی را آغاز میکنم.
من مثل تو صبر ندارم. من خزان شدم. صبر و طاقتی من همینقدر. آخه تو بسیار چیز را میدانی. نباید مرا در نصف راه ترک کنی. تو جیای من میشوی. از یک عائله میباشیم. این بند را از گردن من رها کن. آدم برای گم زنیم. از یک عائله بودنمان تو را از مرگ نجات نمیدهد. اگر لازم شود برای این عائله شدن جان تو را فدا کنی. مراد جان را فدا کردن مهم است. آقای رئیس، ما امنیت شما رو باید تامین نماییم، هرچند این خطرناک است. من سخنرانیم را رد کنم؟ کشاده شوی را به تأخیر گذارم. پس چی می شود؟ کنی با من گوید چی می شود؟ برای بیخطری شما و دیگران باید این مراسم را به تأخیر گذاریم. باید و شاید را ترسانشک ها میگوید. من از این کار دست نمیکشم. کشاده شوی را امروز میگذارم. با منبر برآمده سخن میکنم. امروز سخن کردم مبارک شود میگویم. سرکمیسر شاهین، از سخنهای آقای رئیس معلوم است که او از گپش بر نمیگردد. بهترش آماده شوم، نوارها را از نظر گذارم. آیا میدانید که از همه چیزی محبوب ترین شیطان چیست؟ من با شیطان هم صحبت نشدم. نفرانی که خیرخواه و سخاوتمند میباشند مانع کارهای این شخصیت ها میشود. راست است. این بیشرفان میخواهند که تهدید به جان من کرده مرا ناامید کنند. نمیخواهند که این گونه مؤسسه ها را سازیم و سطح زندگی مردم را بالا برداریم. آنها مرحمت کرده بیایم. من آماده هستم. آقای رئیس، شما کی ها قرارتان را داده اید. وظیفه ما باشد حمایت کردن شماست. راست گفته. از شما یک خواهش دارم. شما وظیفه خودتان را اجرا کنید. اگر شما برای قهرمان‌های جسور در گرد و اطراف من باشد و من برای برآمد کردن ترسم، فای بر حال من. این را آیسته بگیر. ای برادر، من همراه تو هستم. من دقت اون را پریشان میکنم. تو باشی رفته او را پرونده سلاحات را پرتفته میگریزی. اگر مرا ترک کرده در اینجا تنها نمیگذاری. چرا تو را تنها گذارم؟ چی میگویی؟ فرزندهایم تمام اخلاقشم در اونجا میباشد. نمیخواهم که آنها از خوراک و آذوقه تنقص کشند. نگران نباش. به آنها بهترین امکانیت ها داده میشود، به شرطی که تو این کار را تمام کنی. خوش آمدید. سرکمیسر میدان ها به شما داد و فریاد میزند. سلامت باش، زنده باش بالتا. ظریف کجاست ظریف؟ اینجا مکه؟ سلام علیکم. علیکم سلام برادر. بیا بیا. این کار را که تمام کردیم با تو صحبت میکنیم. من با تو صحبت کردن نمیخواهم. این دکتر کیست و تو کی میشود؟ تو او را از کجا میشناسی؟ کی بودن و چی شدن از کاری تو نیست. تو رفته خیش تبارهایت را کافت کن. من یگان خیش تبار ندارم. یک خدا دارم. تنها یک وطن خدا دوست من است. خانواده هم ندارم. ها، باز جای کارم، تعیینات مخصوص. برای همین در اینجا همه کار را جانب خودت میکشی. اما فراموش نکن که اینجا عائله تو نیست، جای کار است. برای همین از پی کار شدن لازم. وقتی که تو خواستی میکنیم برادر. هر فرمانی که دهی اجرا میکنیم. اما فراموش نکن برادر، ما و تو واخوری داریم. برای تو نقشه های خوبی دارم. فراموش نکن. حیله و نیرنگ و دروغ‌هایی که به من گفته بودی به شاهین رسانیدم. شاهین به همش باور کرد. میدانم آید این موضوع در حقیقت فعالانه رفتار کردی. اما عارف از این کار بیخبر است. شاهین برای انتقام گرفتن رفت عارف را نمیکشد. گوی نقشه آینده چیست؟ حالا باشد با آن دروغ‌هایی که شاهین باور کرده است باید عارف هم باور کند. بسیار خوب. من آنها را برای مصلحت کردن جیغ زدم. میدانم، لیکن تو تصمیم گرفته که دیگر این کار را دوام نمیدی. این رفتارات مرا ناراحت کرد.
چرا سبب دست کشیدن رو نمیفهمونی؟ این بعد آنها چیزی که نگویی باورم نمیکنم. بگذار یکدیگر را پاره کرده خورم. یکدیگر رو خوردن نه، بلکه کشتن یکدیگر رو میخواهم. رفیقان، تا یافت شدن قاتل احتیاطکارانه رفتار کرده با دقت باشید. کارلوس، گوش دارم اکا. با دقت باشید. اگر یگان حرکت ناجا بینید، یگان کس را گوش نکرده پرانه فهمیدید. فهمیدم اکا، همشو فهمیدم. حالا همین قدر. رئیس میاد بچه ها احتیاط باشید. حاضرین محترم، مسافران عزیز، عمل شما را برای گشوده شوید این مایه‌های مهم خوش آمدید. اقرب یک، اقرب سه، شخصی شکانات را یافتید. از این گرفتیم که زیدی جهالتون بیسوادی مجاهدان نکنید. اقرب نه نیفته، تا حال شخص شکانات را نیفته. فهمو اقرب سه، فهمو. با حکومت شمایان امروز در عرفه گشوده شوید. در کجایی؟ خود را نشان ده آخر. اکا اگر کلاه داشته باشد یا اینکه خودش را دیگرگونه کرده باشد کارمون مشکل بشه. ادامه ده، ادامه. جوینده یابنده است. تا آخر او را میجوییم. سرچشمه حادثه‌های تروریستی و خشونت‌های تفریق اندازی کافی ندارد تربیت ایمانی بی‌سوادی میباشد. این مرکز علمی گشاده شده تمام این مشکلات را برطرف میکند. ما می‌دانیم که از این فعالیت‌های ما گروه تروریستی بسیار ناراحت میباشد، اما ما تمام مانع‌های آنها را شکسته راه انتخاب کرده خود را به پیش میبریم. ما برای پیشرفت ملت و دولت تمام سعی شخصی شکانات را پیدا کنید و طرف اون بروم. از پس من نظارت کنید. احتیاط شوید. یگان قوه مانع ما نخواهد شد. تا وقتی که شما همراه ما هستید با خواست خداوند پیش برای عملهای بد را می‌گیرید. این گروه‌های بد نمی‌خواهند را که میگیرم. چیکار میکنید؟ استید مرا بری بالا. این گروه‌های بد نمی‌خواهند که وطن و دولت ما ترقی کند. انگیزه‌هایی و بی‌سوادی آنها را و عملهای تروریستی رهبری کند. در این راه برادر خود را پیش می‌کند. انشاءالله فرزندهای ما در این گروه مؤسسه‌ها تربیت گرفته افتخار ملت و بدنشان باشید. ما بسیار شاد هستیم که در رها این گروه فعالیت‌های فایده‌بخش چیکار میکنید؟ عذر میخواهم برادر، اشتباه کردم. روزی وطن و آدم بری گروه پیدا نشود. اکا آدمی را که آرز دستی کرده است بیگناه است. سوی قصچی با بالتر او بروز. سلاحت را پرتا! پرتا سلاحت را! پرتا! پرتا! رفته به این طرف. آرام باش، نپران. آرامانه سلاحت را پرتا. همین به تجربه بوده. او را فریب دادند. رجب هرگز او را نپران. و همه تا آخرین لحظه آتش نکشوید. اطاعت تکه. اگر لازم شود او را میپراند. رجب انتظار شو. تا لازم نشود آتش نکشو. اطاعت تکه. رفتیم. زود به اونجا میرویم. مردم را پراکنده کنید. زودتر، زودتر، زودتر میگویم، زودتر.
تو احاطه شده ای. دریا جان تو را پرونده نابود میکنند. زودتر سلاحات را پرتاب. برای فرهنگ هایم نان لازم، آذوقه لازم. آنها احتیاج به پول دارند، برایشان پول لازم. اگر تسلیم شوی درخواست هایت برآورده میشوند، اما اگر تو کشته شوی از تروریستان کمک دیدار نشو. وقتی که مردی همش خاتمه مییابد. تروریست به دوستان خودش وفا نمیکند. حیات شما هیچ قیمتی ندارد. ای بیشرف، لباس پوشیدن نداشتی. من تو را خواندم، من تو را تربیه کردم. تو کسب دکتری را با شرافت من دریافت کردی. میفهمی؟ بیزار شدم از این حیات دروغینی تو. او را تا مردن لطو کوب کنید. شاهین و عارفی ابله را دستگیر کرده به نزد من بیارید. دانستمان اگر آنها اینجا بیایند آدم های تو زنده نمیمانند. فهمیدی؟ اگر سلاحت رو بزاری با تو گفتگو میکنیم، با عائلت هم مدد میکنیم. آیا راهی نجات دارم؟ آرام شو. اگر سلاحم را پرتایم مرا میپرانید. پسرم، ریسک دهنده خدای تعالی است، نه حزب، نه گروه، نه دیگر. مگر با سلاح ریسک جستن رواست؟ اگر فرزندان تو به شیر و نان محتاج باشند، عیب تو نه، عیب ماست. کار کردم، کوشش کردم، بار کشیدم، عمالی کردم، از دستم چیزی آمد کردم، اما نشد. نمیفهمید، نتوانستم. خداوند به دوش کس مشکلی نمیگذارد که او توانی برداشت آن را نداشته باشد. تو اینقدر توانا و صبور بوده ای که تا امروز رسیده ای. ببین، اکنون ما با توییم، آماده ایم که به تو یاری رسانیم. بیا سلاحت را گذار. بیا. بیا بچه ها او تسلیم شد. عملیات به خوبی انجام یافت. خوب استید آقای رئیس. خداوند تشکر نگهدار با شما. شما. سلامت باشد آقای رئیس. تشکر، خوب هستم. به شما باور داشتم. اول به الله و بعدا توکلم را به شما کرده به منبر برآمدم. خدا را شکر که حمایه کردید. زنده ماندم، در سر وظیفه هستم. آقای رئیس سلامت باشد. رحمت رفیقان، شما هم سلامت باشید. تمام، همش پس سر شد. خداوند از شما راضی شد. یک طرفی همه به زمین.
احتیاط باشید. شاید یکان قاتل دیگر هم باشد. در حال آقای رئیس رو از اینجا ببرید. زودتر زودتر. رئیس زودتر. بیت. انا عاقبت بدی. تو را همین آدم فریب داد و گفت که عائلت رو صاحبی میکنیم. بله. خیر چی شد؟ تو درست کردی. من طاقت کرده نمیتوانم. تسلیم شدی گفتم من را جزا میدهند. آنها در زندان من را راحت نمیمانند. تسلیم شدن بزدلی نیست، برعکس در نزد حقیقت سرفرود آوردن است که آن هم کاری جسوران است. من چنان احتیاجمند شدم که گمان کردم که دیگر چاره ندارم. ناوابسته به آن که در اینجا اینقدر آدم است، چرا او رئیس را کشتنی شد؟ برای چی به فکری تو؟ چه خیل جسوری اکا جان. اینها ترس خدا ندارد. شخصی که ایمان نداشته باشد از همه چیز میترسد. از گروه تروریستان میترسد، از سردارش میترسد که پول و مالش از دستش میرود. لیکن اگر از خدا بترسد جسور و با اراده میشود. جسارت حقیقی این را میگوید. آیا سبب این ترس ها از ضعیف بودن ایمان این ذات ها نیست اکا جان؟ مادرم منتظر شوربا نشده رفتند. شوربا بسیار بلذت شده است. خداوند از شما راضی شود. درد سر شما شدم. این خیلی نگوید اپا جانی من. سلامتی شما مهم است. جانکی من. یک دوستی جوان دارد که یک جای کار میکنید. لقبش عجیب است. کی بوده است؟ کدامش؟ کارلوس. وای گفت که اگر یکم چیز لازم شود زنگ زنم. رقم های تلفنش رو داد. من برای تو خوراک تیار کردم. یعنی اگر زنگ زنم خوب می شود. چی خیر می شود؟ چگونه آدم است؟ پای خیلی نگوید. از سوالی دادم شرم کردم. کارلوس آدمی خوب است. جوان مرد حقیقی، خوش معامله و با تربیه. عزیز اعضا به تو ضرری نمی رسد. خیر میلش اپا. بیایید یک جای خوراک میخوریم. فراموش نکن به مهمانی میروی. گفتم که نمیروم. میروی البته میروی. ما تصمیم گرفتیم که در کارخانه یک محفل شب نشینی برای اکای صالح و سومن تشکیل میکنیم. آنها را شاد باش میگوییم و بعد از آنجا همراه تو به نزد مراد میرویم. میبینیم. همین که رسیده میفهمی؟ عارف چه سورپریز کردنی هستی؟ یعنی به فکر تو من کاری خوب نکردم؟ راستی گپ مانده شدم. در خانه میسودم خوبتر بود. آخر ما برای کار نمیرویم جانم. گفتم که سورپریز است. این چه سورپریز بود از حسی کوچکا ما را نمیگیرد. وقتی که رسیدیم خودت میبینی. Urfalıyam senden, Urfalıyam senden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay, gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. بچه ها خواهرمان سومن آمد. خوش آمدید. تشکر باشه. سلامت باشه. خوش آمدید سومن. سلامت باشه. خواهد دوام میدهیم. خواهر، شکر پروردگار که جراحی را خوب گذراندی
درد رو مغلوب کردی، باز به نظمون برگشتی. اکای صالح هم اکنون با ماست. تصمیم گرفتیم که این خوشبختی را همگان جشن گیریم. دستایت درد رو نوش ندید. جان شود. اکا زودتر تست تیار کن، از انتظاری شکمم نخواره میزنه. بالت سر خیمه نشم. تیار کردن این خوراک صبر رو طلب میکند. این خوراکی پیغمبری است. کدام پیامبر اکا؟ اصلا این افسانه خلقی است، لیکن من این رو بسیار دوست می‌دارم. افسانه خوب است. روایت است که این خوراک به حضرت ابراهیم پیغمبر تعلق دارد. نمرود لعین نیت میکند که حضرت ابراهیم را به آتش پرتاید. پس مردم چه خوراک میپختند؟ خیلی اکا، در حقیقت افسانه عجیب بوده است. شخصا برای من مزه و لذت این خوراک مهم است، دیگرش به من فرقی ندارد. بازه انا همین موادهای لازمه را ریخته. نمک و تیزی را ریخته. انا همین خیل مثل خمیر خیلی دن میگیریم. این خوراک رو با نمک و تیزی شوریش میخورم. تو باز یک طبق دیگر هم تیار کن. بازه مشکل نیست. چقدر کلیمی خواهی میکنیم برادر. ای جورا تو همیشه میخوری یک روز تو تیار کن ما آماده بخوریم. تیار کردن وظیفه من نه، وظیفه من تنها خوردن، کاسه و طبق شستن نه. این جناب را بینه نه. خدای خدا شاهزاده را بینید. کاروس لبای بگمونم که عزیزه رقم‌های تلفنش را عوض کرده است. رقمی تلفنش رو داد، من دیدم. ای نوبکار، با تو زنگ زدنی بود اما شرم کرد. با تو سلام گفت. در حقیقت سلام گفت. اما برادر انبی او به من سلام روان کرد. alles fürs Wasser. یادگیر شو خوب باشی بخوری. جورا تو چی کار میکنی؟ ای برادر، من بعد با واسطه وای فای پیوست میشوی، فهمیدی؟ من یازده فهمم. آقای مدیر در جان اکای صالح ندانم، شاید کمی اندکتر بیاید. ظریف نباشد تو دوام ده. مادر چه خیل است؟ بسیار زیبیده است ها؟ ریالی جناب بسیار زیباست دخترم. ماشاءالله این قد و قامت زیبا را بین، این حسن دلارا را بین، چشمای زیبا را بین. من از حیات ساده و لباسای کهنه بیزار شده بودم. هر روز لباس یک خیله می پوشیدم. کمی دیگرگون شدن می خواهم. خودم را جوان حس کردم. راست میگوی دخترم، دنبال آن مردی میوب را گرفته گشتی. رنگ در رویت نمانده است. خودت را آرای تارا دهی، هزار خریدار پیدا می شود. در حقیقت هم زیبیده است. تشکر جانگم. رفیقان، خرسندی امروزه ما دیگر است. هم سومن صحت شد و هم صالح باز به کار برگشته آمد. برای ما خبری خوش همین است. شاید یک مدت در عملیات ها شما را با سلاح یاری رسانده نتوانم، اما اکنون هدف اصلی هم پیشگیری کردن زد و خورد مسلحانه است. کوشش میکنیم با گفت و شنید سخنهای خوب مشکلی را حل کنیم. اگر نفهمند یک تنمانده تیر باران میکنیم. های رجب، اول اندیشه بعد گفتار گفتند. عذر اکا، ظریف خوراک رو تیزی بد کرده است، تاثیرش تا مینه هم رفت. از خدا بیترس، تیزی رو کم موندم. نه خوب است، خیلی خوب است. رجب، من خودم مخصوص در بالای تو کار میکنم. اگر او را آرام کرده توانم، همه را آرام کرده میتوانم. ما خدا راست میگه. سردار خداوند از شما راضی باشه.
کنی خور ساله با خدا که من زیاد تیز نکرده بودم. ما با شاهین کمی کار داریم، تو اینجا باش. وقتی که آمدم تو را میگیرم. بخیر است عارف. بخیر است، انشالله بخیر است. التجا میکنم بحث نکنید، جنجال نکنید. انا بین یک جای همه کسا اتفاق شده. نه جانم، تو نگران نباش. مجبور میخورند. اکایش یا بود که اونها رو دستگیر کنید. ما باید هر چیز زودتر اونها رو دستگیر کنید. فهمیدید؟ آمدم. با قفای در گذارید. مایلش. شاهین، امشب چه واقع شدنش را نمیدانم، لیکن اگر حقیقت آشکار شود هر چیزی که از دستم آید البته میکنم. عارف، در سر چه خیال ها میپروری؟ نشسته صحبت میکنیم. من گناهکار میشوم و تو باشی حق بودن خودت را اعلام میکنی یا دستان مرا زنجیر پیچ کرده به امنیت میبری؟ پیش از در آمدن گپ زن که تو علیه من چرا دشمنی میورزی؟ تو با من چی غرض داری شاهین؟ این را مرد بر این برویم گپ زن. مادامی که تو مرا به اینجا آوردی همش را در خانه میفهمی. آماده شوید، بیاین. تو مجبور نشویم سلاح استفاده نمیکنیم. فهمیده؟ شاهین ندرایه راگیر دستا رو بالا کنید. سلاح رو پرتید. سلاح رو پرتید. تقا خوب هستی؟ تقا؟ مراد صابر تقای تو است؟ نفهمیدی؟ تقا گوی؟ عارف، بیا و تقایم را از دست آنها نجات دهیم. پدرجان بسیار خوب پدرجان. روز خوبتر میشوید پدرجان. دختر جانم،
خدا خواهد به نزدیکی از این عصا بغل خلاص میشوم. من میبینم پدر جون. کیست آنجا؟ دخترم کوشو، این من مادرت. مادر؟ جونکم. مادر جون دیگر خیل شده ای. معقول شد؟ یعنی زیباست. چخیر گویم؟ یعنی مثل مادرم نیستید. پدرت در کجاست؟ نه خبر میگیرد نه سراغ میکند. چنانه که میبینم خیلی پیشروی هست. راه میگردی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ در کجا بودی؟ باید من از پی شما دویده گردم. پدر جون نگاه کنید، مادرم برای خودشون لباسای نو خریدن. اکنون من هم لذت حیات رو چشیدن میخواهم. همیشه برای شما خدمت میکردم، بیزار شدم. ساله تو باید که ها به من زنگ میزدی. پدر؟ ساله؟ گپ زن ساله. ساله جواب ده. پدر؟ ساله جواب ده. در رو با بالایم نپوش. ساله 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 در رو کشو. ساله 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 در رو کشو. با تو میگویم ساله. باری آخیر میگویم اگر سلاح ها را پرداخته با ما روید همش خوب میشود. اگر شما رو کشتن میخواستیم که هم میکشتیم. شاهین از آقای من چی میخواستید؟ از او چی میخواستید ها؟ شما را کی روان کرد؟ آدمانی کی هستید؟ وقتی همراه ما رفتی بعد همش رو میفهمی. آقا تو میدانی سردار اینها کیست؟ میدانم. دمت رو گیر. اینها رو کشید. آریف بسود به یاری تجرید زنگ زن. حاضر. تقا صبر کن. آخر من دکتر هستم. آرام شب تو نجات میابی. آخر من دکتر هستم. آیا تو از من خوبتر میدانی مگر؟ همه‌اش تمام. و محله آهنگران کوچه کاوه خانه 17 زودتر یک ماشین یاری تجری روان کنید. حال بیمار خیلی وزین است. مرا دیگر تقا مگو. چخیل نفهمیدم. من تقای تو نیستم. برالاتو کوب کردن. عقلش در جایش نیست. تقا آرام شو. اگر کفت و کو کنی حقیقت رو میفهمی. تقای تو نیستم. آریف مرا گوش کن. آرام شو. آرام شو. یک لحظه
و من کلام گفتنیه دارد. مرا ببخش شاهین، من با تو دروغ گفتم. آن سخنهایی که با تو گفته بودم حقیقت ندارد. روزه می شود هر دوی شما حقیقت رو می فهمید. چرا باید فهمید؟ گپ زنید چرا می فهمید؟ گپ زنید. دو آدم بوده است. یکی با بخچه‌اش ماشاءالله گفته می‌داره، دیگری باشه تو رو مسخره میکنه. چرا مسخره میکرده است؟ یکی کارش رو به خدا حواله میکنه، دیگرش باشد پس میزنه. میگفته است که حاصلات ما فراوان شده ایستاده است و ما یگان گونه ضرر نمیرسد. ذکر خدا رو بس کن. بسیار هم انسانی ابله بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. چی گمان میکند که به خواست خداوند از باغش حاصلی میوه میگیرد؟ یک سحر شخصی یکم نامی خدا رو گرفته ماشاءالله گفته به باغش میداره و میبیند که باغش پرفیض و پربرکات شده است. دیگرش باشد میبیند که آفت طبیعی باغ او را به خاک یکسان کرده است. انا دیدید؟ دخترکی زیبایم، برای همین این دکانی ما برای ما مثل باغ میباشد. از اینجا رزق روزیمون را به دست میاریم. آیا به باغمون چگونه باید درآییم؟ بسم الله گفته ماشاءالله گفته میدرویم. آفرین دختر. پس ماشاءالله چی معنا داره؟ نمیدونم چی معنا داره؟ خواست خدا خواسته است که شده است. البته این سخنها را گفتن وظیفه ما میباشد. باقی کاری خداست. خدا خواهد میدهد و با دولتداری امتحان میکند. اگر نخواهد نمیدهد و به فقیری امتحان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. آفرین. دخترم تو گلها رو آب ده، من حاضر می آیم.